ما و شما البته باز میپردازیم به آن که برنامه ریزی کنیم، ما باز مقصدهای خود را روشن کنیم، باز سلامتی خود را به سمت درست روانه سازیم و هر روز ما چیزی نو، چیزی نقص بینیم. هر روز ما انتظار کار خوب هستیم. هر روز ما میدونیم که یک چیزی خوبی با ما و شما میشود و البته این را امید میگوید. پس بشینید درست و آزاد و بدانید که آینده ما و شما خوب است و امید آفتابی هستی آدم است. از داده شوید به آن حالتی که شما را فرا میگیرد. البته پناه میطلبیم به سوی خدا از شر شیطان، هجوم کفار، ظلم و ستم، سحر و جادو، وسوسه، آفتهای زمینی و آسمانی. پناه میطلبیم از بیماری هایی که صحت نمیشوند. بیماری هایی هستند که ناراحت کنندند و دور و دراز اذیت میدهند. پس که چنین باشد، ما میدانیم یقین که ما در پرده یک الکترومگنیتی قرار میگیریم. بعد که انسان میگوید که من پناه میطلبم و به نام خدای سر میکنیم که نهایت مهربان و بغایت رحمدل است. داده شوید به آن حالتی که شما را فرا میگیرد. حالت آرامی، حالت مخصوص معنی سر، حالت است که ما و شما دنیای دیگر را حس میکنیم، عالم باطنی خود را. و ما میدونیم که دو دنیا در وجود هستی ماست، یکی بیرونه و یکی باطنه. پس از عالم بیرونه ما چشمان خود را پوشیده ایم. ما یک آواز را میشنویم و میخواهیم که با این آواز و جهان باطنی خود وارد شویم. عالمی که در آن ما زندگی خودمان، زندگی فردیت، اندیویدولی خود را میگذرانیم و هیچ کس در آنجا در آمدن یا که عوض کردن یا اینکه دیگرگون کردن آن را نمیتواند. اگر ما در آنجا او را با فکر و به صورت ابرزها جا نکنیم. پس امروز ما باید هر گونه صورت و ابرز و فکرهایی که از بیرون و درونی باطنی ما و شما وارد میشن تازه میکنیم تا اینکه ما مقصدهای اساسی زندگی خود را بمانیم و به سوی آنها برویم که یکی از اینها سلامتی است. دیگر البته این آن عائله هست که شما زندگی میکنید و سوم وطنی هست که در آن فعالیت کرده رزق و روزی مییابید. پس سه فکری اساسی را در سر خود ما امروز جا میکنیم، تازه میکنیم و همه آدمان این سه فکر را دارند و آدمانی که البته باز به ناموس هم فکرهای دیگری دارند که آنها خودشان حتی قربان میکنند تا اینکه دیگران را خوشبخت کنند. به نیت شفا نشسته ایم. خدا را در بین معینه سر میگیریم و آرام میشویم. در پیش سر فکرها، در پشت سر پیش نظر صورت ابرز واقعه ها، حادثه هایی که ما آنها را میبینیم. در بر سر حسیات و حرکت. کدام شما از چی سر میکنید؟ اگر شما بیشتر آدم فکری هستید، شما فکرهای خود را با نظاره و مشاهده گسیل کنید. هر یک فکر میآید میرود. اگر شما پیش نظر داشته باشید، آن وقت شما با پیش نظر خود بینید آن چیزهایی که مانند کینا میگذرند بگذار بروند. و اگر شما حسی باشید، شما بدن خود را حس میکنید. سر دهید بدن خود را، آزاد گذارید. وقتی که بدن خود را سر میدهید، یقین بدانید که در آن شدت گرفته می شود و گردش خون درست می شود. گردش خون که درست شد، درد هم آب می شود. آرامانه و با قوت کار کردن دل خود را حس کنید.
دل در قفس سینه به قوت کار میکند. یگانه عضوی که کار آن، فعالیت آن، هرچند که با اکومولاتورهای درون آن، با زنجیرهای تارهای عصب، استون مهره، مغز درازرویه، مغز مابینی، مغز چپ و راست نظاره می شود. ولی بدونید یگانه عضوی که کار و فعالیت آن از ما وابسته نیست، این دل است. دل ما و شما در دست خداوند است. آرامانه و با قوت کار کردن دل خود را حس میکنیم و دل پره میکشاید و تا آخر کشش خورده خون را پیش میکند. مینه سری خود را نرم کنید. هر باره که دل کار میکند شما حس میکنید که تا نوک انگشتان دست و پای، تا شکم، تا گردن و تار سر و نوک بینی کار دل را، یعنی رفته رسیدن خون را به دیوارهای این عضوها حس میکنید. مینه خود را سر دهید. ملایم کنید مینه را. گویا که آن را ما خمیر میکنیم. شدت آن گرفته میشود. شدت شکم بر هم میخورد. هر یک عضو را ما جداگانه نرم میکنیم. مثلا اگر شما جگر را نرم کنید، زرده درست حاصل میشود. ذخیره هایی که در جگر هستند به خون پرتافته میشوند. داروهای لازمی را جگر استحصال میکند و آنها گردش خورده ما روز تا روز میبینیم که بهتر و خوبتر میشود. همه غذایی که از روده ها جویده میشود، جگر آن را درست تازه میکند. وقتی که زرده بر روده ها رفت، کار روده ها درست میشود. غدود زیر معده را نرم کنید تا اینکه از پانکریاتیت، یعنی که التهاب غدود زیر معده، خلاص شود. شاید به همین واسطه هم آن حجره هایی که انسولین حاصل میکنند بر ضد بیماری قند، این هم سبب صحت شوی شود. چیزهای کشش خورده میکشاید. اکثر مردم از پشت گردن شکایت میکنند. آن را نرم سازید، ملایم کنید. رشته های کشیده ای که در موشک‌های پشت گردن هستند که ترنگ شده بودند ملایم میشوند، سر داده میشوند. گلوی خود را سر دهید. برای این ببخشید اگر شما یکون مشکلات با آدمان داشته باشید، یکون خفگی دارید، سر دهید آدمان را بروند. آنها را در مینه خود نگیرید. داده شوید به حالتی که شما را فرا میگیرد. حالت آرامی، حالتی که ما دل خود را سر داده ایم که با قوت و آزادانه کار میکند. اما شدت های بدن گرفته می شود. بدن آزاد و به موج کیهان هماهنگ می شود. ما در اطراف خود شمال کیهانی داریم. نه شمالی که ما هوا می گوییم، بلکه شمال است که قوه الکترومغناطیسی، قوه‌ای که آن از بدن ما می گذرد، ولی در حالت شدت، در حالت عصبانیتی این موج نمی گذرد از ما و این سبب جمع شدن دژغال‌ها، هر گونه تکسین و زهرها در بدن می شود. وقتی بدن که تازه نشد، آن وقت آنجا بیمار می شود. بینید اگر در خانه شما اگر موس زیاد شود، آن وقت یک بوی
یک ناراحتی در خانه پیدا می شود. برای آدمان با عقل هیچ وقت باقی مانده غذاهایی که استفاده بردن یا که آن چیزهایی که از آنها گرفتن در خانه نمیمانند، سری وقت آن را میپرتویند. همینطور ما آزادانه و قوت تازه میشه. گلوی خود را حس میکنیم که مانند گل میشکفد، چون که خفگی برفت. سبک، روشن و دم گرفته ایم. گلوی خود را سر دهید. حس میکنید که چطور بدن آزاد شده ایستاده است. وقتی که شدت و کشش ها برهم خوردن درد نیست می شود. آنجا گردش خون می شود. گردش خون سبب آن می شود که بدن تازه می شود. همه آن باقی مانده که در نتیجه فعالیت عضوها و حجیره ها می شود با خون همراه شده با واسطه گرده ها و نفس بیرون می شود. دم گیرید هم تن شما و هم روح شما. فکرهای خود را بینید، آنها می گذرند. هر یک فکر از ما و شما چیزی می خواهد. ولی ما فقط مشاهده می کنیم. هر یک فکر از ما و شما چیزی می خواهد و ما فقط مشاهده می کنیم. صورت و آبرازها از پیش نظر می گذرند. ما مشاهده می کنیم. هر گونه واقعه و حادثه هایی که ما را ناراحت کرده بودند می گذرند و سر ما تازه شده می گیرند. ما سر را نه تنها از خانه بلکه از سر، از دل، از شکم، از همه جای دیگر برآوردن لازم است. یکی از آن انا همین طور تازه شدن است. بدن آهسته آهسته تازه شدن میگیرد و در سر یک خالگی فورا پیدا می شود. بسیار خالگی فورا. خالگی فورا ما و شما را فرا میگیرد. به دنیای عجیب داده شده ایم. حالت از حالت آرامی، حالت از حالت مخصوصی معنی سر، حالت است که ما بدن به حال خود گذاشتیم. در این حالت بدن داروهای خود را حاصل میکنند. داروهای خورده در بدن میچسبند و آنها سبب شفای ما و شما میشوند و ما باوری پیدا میکنیم. ما هر روز در خود صحتی را میبینیم، حس میکنیم آن چیزهایی که پیش ما را ناراحت میکردند در نظر ما ناچیز میشوند. پوست ما و شما تازه شده، وقتی ما و شما خوش و دل ما و شما خرسند است. ما همه وقت پناه می‌طلبیم به سوی خدا از بیماری های کنده، از مشکلات هایی که در زندگی هست. آدمیزاد بغیر از آن که تن دارد، باز آدمیزاد روح دارد و روحیه آدمیزاد در اطراف او است و این مانند آن است که اگر ما آفتاب را بگوییم یک جسمی است ولی شعاعی که او میکند این روح او است. ما اگر یک چراغک فروزان را بینیم، روشنی آن روح چراغک است. آدمان دائم در اطراف خود موجهای خود را دارند و اگر در قانون فیزیکا بگیریم، یعنی هر ناقلی که از آن قوای الکتریکی میگذرد در اطراف آن قوای الکترومغناطیسی، میدان الکترومغناطیسی پیدا می شود. از آدم دائم قوای الکتریکی میگذرد. هر یک عضو ما، هر یک اندام ما با قوای الکتریکی کار میکنند.
و این البته سبب آن میشود که در اطراف ما یک قوه دیگری هست، میدان الکترومگنیتی. بینید چون آدمان اگر زیق باشند در نزد او بشینی، حتی که سخن هم نکند تو خود به خود زیق میشه. اگر در نزد آدمی خرسند بشینی، هرچند که یگان چیز نگوید تو از او خرسندی او را حس میکنی. یعنی این انا همان فراستی هست که قوه‌های الکترومگنیتی به او میآیند و فراست در مینه سر مرکز دارد و کار او انا همین قوه‌های الکترومگنیتی را، موج‌هایی که در اطراف هستند آنها را حس کردن است. آدمی که صحت باشد بسیار چیزها را پیشکی حس میکند. پس امروز فراست ما و شما چنان درست می شود که ما بسیار موج‌ها را حس میکنیم و یکی از آن تشخیص‌های، دیاگنوزهای، معاینه‌هایی که ما میکنیم این با واسطه فراست است و ما قوه‌های الکترومگنیتی اطراف آدم را یا با کف دست یا که با قوه باطنی خود حس میکنیم و میگوییم که این یا آن جایش بیمار است. داده شوید به حالتی که شما را فرا میگیرد، حالتی از حالت آرامی، حالتی از حالت مخصوصی مینه سر. شما عجیب حالت را قرار دارید. دم گرفته اید هم تن شما و همراه شما که با اوقا آمده ایستاده از خود تهابت کنی بدن و پرتافته شده ایستاده است به خون داروهای خود بدن، داروهای عادی، داروهایی که در بدن ما و شما زیاد هستند. تاری سر خود را حس کنید. تاری سر یک راه روحی است یا چکری هست که آن پیوست است به بخشایندگی شعور کیهان. نور عقل، نور فهمیش با تاری سر وارد می شود. بسیار وقتی که ما عقیده های گوناگون را می بینیم در اطراف ما و شما هستند و آنها می خواهند که ما با این عقیده ها کار کنیم، آن وقت البته تاری سر پچق می شود، بیجا می شود و انسان فهمیش یا که تیرگی عقل خود را حس میکند. آهسته آهسته تاری سر خود را مانند اون که شما با پنجه های خود یک چیز را تیله زده در جای خود میگذارید و همین طور تاری سر شما درست میشود. یک نوری عجیب از دل آفتاب می آید که آن از دل عرش می گیرد و سر وارد می شود. آدم با عقل خود فرق می کند از دیگر مخلوقات خدا. از این رو سر کرده ما یک چیز می دانیم. اگر ما تبابت می کنیم نتیجه آن انشای خدا صحتی است. اگر ما درس می خونیم نتیجه آن البته دانایی است. البته ما یک فعالیت یک کار میکنیم، همه چیز نتیجه ای دارد و این نتیجه را شما بدانید و درک کنید که هر کاری که شد به یگان کار میبرد و سکوتی کبیری که ما و شما میکنیم ما را به صحتی میبرد، به سالمی میبرد. عقل ما و شما روشن شده که طب ما طب عقلی است. طبی عاقلانه، راسیونالی. داده شده به حالتی که شما را فرا میگیرد. حالتی است حالت آرامی، حالتی است که ما پیشانه خود را حس میکنیم که در آن فکر است و در اینجا نور است، نوری محمدی، نوری که فکرها را درست میکنند و فکرها از بیرونند و در اطراف ما ناسفیر هست، یعنی بازار فکر است. هر کسی چی فکری کند و آن می پرتاید و هر کسی که این فکرها را به آسمان پرتافت خریدار دارند یا که آنها را می گیرند و آدمان همین طور هستند. کسانی هستند که خودشان فکر استحصال می کنند و اینها عالمانند. اینها کسانی هستند که در جمعیت سبب پیشرفت آن هستند. همه وقت نواتاری دارند، همه وقت کارهایی میکنند که سبب سبک شدن زندگی مردم یا پیشرفت اجتماعیات و علم و تکنیک می شود.
ولی آدمان اکثرشان فکرها رو خریداری میکنند و ما این فکرها رو از اطراف میگیریم، از تلویزیون و رادیو، از مردم، از اینترنت. و برایم بدانید از این پیش که شما چی فکر رو میگیرید و فکرهایی رو میگیرید شما که به سلامتی شما فایده دارند، به پیشروی خانواده شما و تنج و امانی وطنتان. این نور پیشانه را میگیرد و ما ایستا میبینیم مانند که ما تیریزه را میکشویم و هوای تازه وارد میشود، همینطور به پیشانه ما و شما نور نو وارد میشود. هرکس به موج راست است و ما به موجهای سالمی و صحتی، خوشبختی، موجهای خیلی والا و بالا و به حکمت راست هستیم. و آنها دائم به سر ما و شما می آیند. آن فکرهایی که شک می آوردند، می ترساندند، دودیلگی می آوردند، ناامیدی می دادند، آنها برهم می خورند. چون که شما دیاپازون فکر خود را به دیگر فکرهای والا و حکمت دار مصرف کردید. حس کنید گلوی خود را. آهسته آهسته بدانید که ما خفگی و ناراحتی و نارضایتی سبب پچق شدن راه روحی چکره گلو می شده است. آهسته آهسته آن را با دستان خیال خود درست کنید و جابجا کنید و نور عجیبی وارد آن می شود و ما با این مرکز با صاحب عرش گفتگو می کنیم، با عقل خود، با دل خود، با احساس خود. و هستند کسانی که با قواهای بد با این راهی خود سخن می کنند. امروز شما فقط بدانید که شما با خود، با باطن خود هرچی که میگوید این در عرش خدا صدا میدهد. پس امروز شما باطن خود را درست کنید، چون که از همه بدترین آدمان منافقانند، آنهایی که زبانشان دیگر است و باطنشان دیگر. پس باطن خود را با زبان بیرونی خود هماهنگ سازید. راست را بگویید اگر که تلخ باشد. حس کنید سر دل خود را که در آن مهر است و بدانید در آن وارد می شود نوری باوری. انسان باوری را به سر دل می گیرد و دروازه‌بان این نور مهر و محبت است. کینه ها را از دل دور کنید، دل خود را سبک کنید، آزاد گردانید. چون که کینه و ایمان در یک جا نمی ایستد گفته است رسول اکرم. پس نور را وارد سازید در دل خود، نور باوری را که می توانید صحت باشید، می توانید خوشبخت باشید، می توانید کارهایی را کنید که در آن مسئولیت دارید. و از آن جمله به صحت شوی و خوشبخت بودن. اما ناراحتی های دل، اما مشکلات های نفس برهم خوردن، باری وزمینی از کتفان و از سر دل پرتافته شد. سرپوش سیاهی از سر دل گرفته شد. زنجیرهای بسته از قفس سینه گشاده شدند. نفس کشی آزاد، دل آرام و بقوت، تگ دل یک خرسندیه. شکم خود را حس میکنید. شکم خود را حس میکنید که شما در آن صبر را وارد میسازید. استرس های زیاد ناف را میبرند و باز شما با خیال دست خود آنجا را ناف را بردارید که کاری معده و روده‌ها را، حدود زیر معده و جگر و تلخه و عضوهای درون شکم را درست میکند. خوراک خورده در بدن میچسبد. شما روز تا روز حس میکنید که قوت شما زیاد، ناترس، دلیر، باوریناک و هر واقعه و حادثه با شما شود آن را شما میتوانید آزادانه برطرف کنید. راه روحی زیر ناف که فراست است تازه شده، عضوهای داخلی استخوان‌ها صحت میشوند و چی بیماری های مردانه و زنانه برهم میخورند و روز تا روز شما حس میکنید که بهتر و خوبتر شده میگیرید. فراست شما درست شده، فقط آینده خود میبینید، نیکی آن را، خوبی آن را. انتظار کار خوب هستید، انتظار تقدیر خوب هستید. کارهای خوبی به ما و شما میشود.
بنده با امید است. راهی است و مهره رو که در دنباز اسیس میکنید. این سبب آن است که ما با زمین پیوست میشویم و همه سیاهی وزنینی مانند کانالیزاسیا با آن ریخته به طرف مرکز زمین میرود، نیست و نابود میشود. شما سرعت حرکت این نور را میبینید که از دل آفتاب و بدن ما و از آن باستون مهره و دنباز به مرکز زمین میرود. به واسطه پای باز قوه جاذبه زمین به طرف آفتاب می رود. بدن ما درختی است که در درون آن از ریشه ها به طرف برگ ها آب و خاک می رود و به زیر پوست کمبی از برگ ها به طرف ریشه نیرو می رود. ما تازه شدیم. آفتاب و زمین در ما ملاقات کردند و خنکی و گرمی در ما برابر شد. سیمپاتیک و پاراسیمپاتیک بدن ما در موازنت آمد. روز تا روز ما و شما بهتر، خوبتر و مخصر شدن میگیریم. نور عجیبی را شما حس میکنید که از بدن میگذرد. شما را تازه میکند. کف دستان شده شد که با برکت شدید. کف پای ها شده شد که استوار شدید. در سخنانی که ما گفتیم. و روز تا روز حس میکنید که بهتر و خوبتر هستید. روز تا روز با خوابهای خود خبرهای خوش میگیرید. بدن شما تازه، گردش خون درست، همه گزک و التهاب و اسپرین ها مرهم میخورند. شما در یک موازنت سالمی هستید و میدانید که علمی هست، علم غیب، و شما با آن علم باوری دارید که شما را از غیب شفا میآید و همه وقت انتظاری آن هستید. میبینید آن را، میفهمید، حس میکنید. حالتهایی میشود که به مردم این چیزها گفته نمیشود، چون شما خوابهایی میبینید که خبرهای دیگر هستند. تازه شوید. نوری عجیبی از بدن شما گذشت. وجود شما را تازه کرد. سرعت حرکت این نور نهایت زیاد می شود. روز تا روز شما این سرعت را بیشتر و خوبتر حس می کنید. دردها مانند یک پرده گرفته می شود. وزمینی ها می ریزند. بدن سبک، نفس آزاد، دل خرسند. فکرها درست، گشایش کار، خواب نغز شب. روزانه به قوت، شب به حالت خواب. هر بیگاه بعد شام این سکوت رو تکرار میکنید و شما بهتر و خوبتر شدن میگیرید. چقدر خوب و نغز و آزاده، چقدر دم گرفته و روشنه. روح شما روح شماست و روح ما روح ماست. حتی شما در نزد آدمانی بیروید که ناراحتند، شما آنها را تاثیر خوب میرسانید. سبک و روشن و دم گرفته و خرسند و خوشوقت، آرام، آسوده، آزاد و صحتی. و دعوت مردم به صحتی و سالمی. با که شما نیکی میکنید، عملهای خوب میکنید، باوری دارید، روز تا روز صحتی را میبینید، آهسته آهسته چشمان خود را میگشایید. سبک، دنیا روشن، رنگین